اومدیم داخل یه پارت دیگه از بدوارز، ولی داخل یوتیوب که دارم میگیرم این پارت اول بدوارز دیگه. اومدیم بریم بدوارز با داشت امین گل و پارسا. داشت پارسا میخوایم با این دو نفر بریم بدوارز ببینیم کی میتونه برنده شه. پارسا و امین یارن، من تنها باید بتونم شکستشون بدم و فلان. ببینیم من میتونم تنها اون دوتا رو شکست بدم یا نه. پس قبل که بریم سراغ ویدیو حتما ویدیو رو لایک، اگر چنل منو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب و یادتون نره و زنگوله گوشرم بزنین که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده. یعنی خود خری. اگرم نظری چیزی داشتین حتما داخل کامنت ها بنویسید. بریم سراغ ویدیو. اوکی بچه‌ها اینم از این. من سبزم. اوکی برو بریم اول وسایل مورد نیاز رو برداریم. هشت باشه. نو برای امینه. اوکی بچه نگاه کنیم پارسا و امین چون داخل دوتا بدون متفاوت دارن. بده امین بده اسبشونه. آره دیگه بده کدومتونه آبی باید بزنم. اما بزن من دیگه پارس باید بیام دیگه چیکار کنم. چرا؟ امین الان تو فعلا تنهایی باید چی کنی؟ خب چرا؟ باشه بابا. آجی اصلا تیرکمون بدی دست همین دهنت سرویس کن. بچه سریع چیکار کنم؟ پارس بپر دیگه داخل تختش. آجی پشمام من دارم تیرکمون استفاده من وایستادم من ندارم. خب حواستون به بلتون باشه. اما من وای نمیسم داخل بدوارزه میخواستم وایستن که الان بدوارزم. درست کنم. خب شما بدوارز درست کنین منم خب نمیتونم بیام. خودت گفتی بیا. هم میگی بیا دیگه. من نو به سگم.
همین الان هم میتونم بزنم. چی کار کنم؟ ها کرم دارم، بازی شروع شده. الان بزنم پشتی. تیری که بندازم یه لحظه این از امین. همین خود چیه باختی دیگه. اون موقعی که بردم میفهمی کشتی. بله پارسه ببر پارسه. بازنده همیشه فشار. ای گوشی شکست. اینم از این تمام کشتی. اینم از این یه ویکتوری نار. بازنده همیشه همین. بچه ها ما حرف میزنه بعدی که بردم از ما امین و پارسا لفت دادن و همین دیگه. میخواستم بهتون بگم که اگر ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و کامنت دوم فراموش نشه. تا ویدیوی بعد بای گایز.